کلیپ جالبی هست، این رو خدمت شما عزیزان پخش میکنم و جوابشم با آیاتی میدم که من اینجا یک سرچی زدم. بله، خدمت شما عزیزان این آخوندک رو ببینید که چی میگه. در احوالات سید علی قاضی رضوان خدا برش باشه رحمت الله علیه که احیا و اماته یکی از کارهای کوچیک ایشون بوده. یعنی چی؟ یکی از کارهای کوچیک این آقای سید علی مرده کردن و زنده کردن یکی از کارهای کوچیکشون بوده. حالا کارهای بزرگش چی بوده خدا میدونه. یعنی کارهای کوچیکشون زنده کردن و میراندن بوده. یک بار دیگه کلیپ از اول گوش کنید. در احوالات سید علی قاضی رضوان خدا برش باشه رحمت الله علیه که احیا و اماته یکی از کارهای کوچیک ایشون بوده. ایشون در احوالاتش نوشتن یه روز اومد تو بین الحرمین متوسل شد به قمر منیر بنی هاشم. وقتی متوسل شد به ابوالفضل العباس رفت تو حرم قمر بنی هاشم. ایشون سید علی قاضی کم کسی نیست، شاگرد کوچیکش بهجته، شاگرد کوچیکش علامه طباطبایی آستعباس کاشانیه، اینا شاگرداشن. ایشون میگه من رفتم تو حرم قمر منیر بنی هاشم قمر العشیره عباس ابن علی، آقا یه نظر به من کرد به اندازه 40 سال ریاضتی که کشیده بودم یه دفعه بالا اومدم. یه نظر قمر بنی هاشم به اندازه 40 سال منو بالا آورد. بله بینندگان عزیز گرامی، وقتی که ملت از قرآن به دور باشند، آخوند از قرآن به دور باشه، حوزا از قرآن به دور باشه، جونورایی مثل این تعبیر جامعه میدن که اولئک کالانعام بل هم اضل، اینها مثل چارپایان هستند بلکه گمراهتر از چارپایان هستند. من همینطور کلمه یحیی در مصحفی که دارم اینجا الکترونیکی سرچ زدم و سبحان الله آیاتی که در مورد اینکه الله سبحانه و تعالی به ما مرگ و زندگی میده رو خدمت شما عزیزان اینجا نشون میدم. در سوره بقره آیه 28 کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، چگونه به الله کافر میشوید در حالی که شما مرده بودید، شما را زنده کرد، سپس شما را میمیراند، سپس شما را زنده میکند، آنگاه به سوی او بازگردانده میشوید. میراندن، زنده کردن، بازگشت، همه به سوی کی است؟ به سوی الله سبحانه و تعالی. اما این زنادقه در همین مفاتیح النیران، اسمش رو گذاشتم مفاتیح الجنان، در حالی که مفاتیح النیران است، در قسمت پایین زیارت جامع کبیره رو بخونید. یا بخلق الیکم و حسابهم علیکم و فصل الخطاب عندکم. الله سبحانه و تعالی میگه که بازگشتون چی است؟ ثم الیه ترجعون، به سوی الله سبحانه و تعالی برمیگردید. اینا میگن که یا بخلق الیکم و حسابهم علیکم و فصل الخطاب عندکم، بازگشت مردم به سوی شماست، حساب کتاب مردم به دست شماست. و خلاصه حرف آخری هم که باید زده بشه شماها میزنید. یعنی قومی که از قرآن به دور باشن و از وحی الله سبحانه و تعالی به دور باشن، عاقبتشون بهتر از این نمیشه. مثلا در همین جا من خدمت شما عزیزان نشون بدم، در سوره احمد آقا اگر که بتونی این رو،
در سوره غاشیه آیه 25 الله سبحانه و تعالی میگه این الینا ایابهم، همانا بازگشت آنها به سوی ما، ثم ان علینا حسابهم، حساب کتاب اونها هم با ماست. اینها در زیارت جامع کبیر چی میگن؟ ایاب خلق الیکم. اینجا میگه این الینا ایابهم، بازگشت به سوی ماست. اونجا میگه ایاب خلق الیکم ای ائمه اهل بیت، بازگشت مردم به سوی شماست. و حسابهم علیکم، حساب و کتاب مردم هم به دوش شماست. و فصل الخطاب عندکم، حرف آخری هم شما میزنید. بازگشتم به سوی ائمه است، حساب کتاب هم به دوش ائمه است، حرف آخر هم ائمه میزنن. الله سبحانه و تعالی این وسط چی کار است؟ دقیقا همین آخونده هستن که این منطق رو در بین مردم ترویج کردن. پس در آیه 28 سوره بقره الله سبحانه و تعالی مرگ و زندگی رو میگه فقط در دست الله سبحانه و تعالی است. آیه بعدی که خدمتتون نشون میدم، در اینجا الله سبحانه و تعالی كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. بعد از اون که فقلنا اضربوه ببعضها، اون قضیه در سوره بقره که ذکر میشه، قضیه گاوی که کشتن و با تیکه از این گاو زدن به بدن مرده ای که زنده بشه، الله سبحانه و تعالی میگه اینطوری ما مرده رو زنده میکنیم. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. این گونه است که الله سبحانه و تعالی مرده را زنده میکند. این در سوره بقره. همچنین در سوره بقره آیه 258 الله سبحانه و تعالی باز دوباره در مورد ابراهیم علیه السلام، وقتی داستان ابراهیم علیه السلام رو بیان میکنه که با کفار مناظره میکنه، در گفتگو با اونها میگه که اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت. وقتی که ابراهیم گفت که الله سبحانه و تعالی پروردگان من است که زنده می کند و می میراند. نمرود کافر گفت من هم زنده می کنم و می میرانم. قال انا احیی و امیت، یعنی این آخوندهایی که میگن فلانی زنده میکنه میرانده روش نمرودی است. اما حرفایی که نمرود میزده همون حرفا رو میزنن اینا. نمرود هم چی گفت؟ انا احیی و امیت، منم میمیرانم و زنده میکنم مردم را. خلاصه این داستان مناظره است که ابراهیم با نمرود داره. در اینجا هم حضرت ابراهیم اقرار میکنه که ربی الذی یحیی و یمیت، پروردگار من است که زنده میکنه و میمیرانه مردم را. تشکر احمد جان. آیه بعدی همچنین در سوره بقره آیه 259 در اینجا دوباره الله سبحانه و تعالی در اینجا دوباره در مورد زنده کردن که چطور الله سبحانه و تعالی کسی رو میمیرانه. فاماته الله 100 عام ثم بعثه، 100 سال ایشون رو جانش رو گرفت و بعد از اون دوباره زندهش کرد. قال کم لبست؟ قال لبست یوما و بعد یوم. ایشون فکر میکرد که یک روز یا پاره ای از روز رو به اصطلاح خوابش برده بوده، خوابیده بوده. قال بل لبست 100 عام. در اینجام این رو الله سبحانه و تعالی نشانه قرار میده که به اون بگه که ان الله علی کل شیء قدیر، الله سبحانه و تعالی است که به هر چیزی قادر و توان است. تشکر میکنم احمد جان. اینم الله سبحانه و تعالی مثلا ابراهیم علیه السلام در آیه بعدی آیه 260 الله سبحانه از قال ابراهیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى، گفت که ای پروردگار نشون بده که مردار رو چطور زنده میکنه، که بعد داستان ساختن همون گنجشک و چیز الله سبحانه و تعالی نشون میده به ابراهیم علیه السلام که چطور میتونه مرده رو زنده بکنه.
در سوره آل عمران آیه 156 در اینجا دوباره تاکید میکنه که والله یحیی و یمیت والله بما تعملون بصیر. الله سبحانه و تعالی است که زنده میکنه و میمیرانه و الله سبحانه و تعالی به همه چیز بیناست و بصیر است. تشکر احمد جان. همینطور اگر من بخوام این آیاتی رو که در قرآن کریم در اثبات این که الله سبحانه و تعالی است که مرگ و زندگی در دست ایشون هست، مثلا در آیه اینجا سوره اعراف آیه 158 قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت فآمنوا بالله و رسوله النبی. بگو ای مردم من فرستاده الله به سوی همه شما هستم، آن پروردگاری که فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن اوست، معبود راستینی جز او نیست، زنده می کند و می میراند. پس زندگی و مرگ به دست الله سبحانه و تعالی است. جزاک الله خیر احمد جان. در سوره توبه آیه 116 در اینجا ان الله له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. الله سبحانه و تعالی است که پادشاه آسمان ها و زمین است، زنده میکنه و میمیرانه. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. غیر از الله سبحانه و تعالی شما دیگر ولی و نصرت کننده ای ندارید. جزاک الله خیر احمد جان. در سوره یونس آیه 56 هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون. اوست که زنده میکنه و میمیرانه و بازگشت شما به سوی اوست. تشکر. در سوره حج آیه 6 ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. الله حق است، اوست که زنده میکنه مرده ها رو و اوست که بر همه چیز قادر و توان است. آیه بعدی در سوره المؤمنون آیه 80 هو الذی یحیی و یمیت. او پروردگاری است که زنده میکنه و میمیرانه. همچنین در سوره شعراء آیه 81 والذی یمیتنی ثم یحیین. او پروردگاری است که مرا میمیرانه سپس زنده میکنه. پس زندگی و مرگ به دست الله سبحانه و تعالی است. در سوره روم آیه 19 در اینجا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و کذلک تخرجون. در اینجا هم الله سبحانه و تعالی میاد میگه که زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون میکنه و زمین رو زنده میکنه بعد از اینکه مرده بوده و این گونه به اصطلاح مبعوث میگردید. در سوره روم آیه 40 دوباره تاکید است بر این الله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. الله است که شما را خلق کرده، شما را روزی میده، شما را میمیرانه و شما را دوباره زنده میکنه. در سوره روم آیه 40. در سوره یاسین آیه 78 در اینجا کفار گفتن که و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. مثال زده که از مشرکین که این استخوان‌های پوسیده رو کی دوباره زنده میکنه. قال یحیی الذی انشأ اول مره و هو بكل خلق علیم. زنده میکنه این استخوان‌ها رو کسی که اونها رو برای اولین بار خلق کرده و هو به هر چیزی داناست. این در سوره یاسین آیه 78 الله سبحانه و تعالی این رو از جمله اختصاصات خودش قرار داده. هو الذی یحیی و یمیت سوره غافر آیه 68 اوست که زنده میکنه و میمیرانه. سوره جاثیه آیه 26 قل الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم. الله است که شما رو زنده کرده، شما رو میمیرانه، باز شما رو جمع میکنه. کی الی یوم القیامه لا ریب فیه ولکن اکثر الناس لا یعلمون. در روز قیامتی که شکی در آن نیست ولکن بسیاری از مردم از جمله این آخوندا نمیدانند، جاهل هستند به این موضوع. در سوره احقاف آیه 33 الله سبحانه و تعالی دوباره در اینجا یعنی یحیی الموتى در اینجا مردار زنده کردن
انه علی کل شیء قدیر، الله سبحانه و تعالی بر چیزی قادر و تواناست. اینم از اختصاصات الله سبحانه و تعالی قرار گرفته در سوره احقاف آیه 33. در سوره حدید آیه 2 الله سبحانه و تعالی در اینجا دوباره له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، پادشاهی آسمان ها و زمین از آن اوست، زنده میکنه و میمیرانه. در سوره حدید آیه 17 دوباره الله سبحانه و تعالی در اینجا بیان میکنه که الله است که یحیی الارض بعد موتها، زمین رو بعد از اینکه مرده است دوباره زنده میکنه. همینطوری اگر ما بخوایم دلایل رو ببینیم در سوره قیامه آیه 40 الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، آیا الله سبحانه و تعالی قادر به این نیست که مرده ها رو زنده بکنه؟ در جواب کفار گفته میشه و صدها بلکه هزارها دلیل دیگه در قرآن و سنت و عقل سالم بشر، عقل انسانی که فطرت سالم داشته باشه، همه این صفات رو به الله سبحانه و تعالی اختصاص میده، غیر از آخوند رافضی مشرک که سید علی ایشون زنده کردن و میراندن یکی از کوچکترین کاراشون بوده. این منطق و عقل یک مشرک هست. الله سبحانه و تعالی هدایتشون بده.